بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اومدیم مقدمه دوم و توضیح فراکتال و اسامی بعضی اصطلاحاتی که ما حالا به کار میبریم توی سبک. فراکتال خیلی مهمه، یعنی به صورتی که اگر متوجه نشین فراکتال رو در ادامه راه به مشکل برمیخوریم، چون کلا سبک رو دیگه درک نمیکنیم. حالا فراکتال چیه؟ فراکتال سوم ابتدایی ما خونده میشه. به این صورتی که شما برای چند تا مدل فراکتال آوردم، تو همه جا هم وجود داره، طبیعتش، تو معماریش، همه جا، توی ترید هم هست. به این صورت که شما یه دونه موس من دقت بکنید، یه جزء بزرگتری دارین که وقتی وارد جزء کوچکتر میشین اون جزء بزرگتره تکرار شده. کنید این یه برگه، یا کنید موس منو دوباره جزء کوچکتره شبیه همون بزرگتر است. دوباره موس منو کنید این کوچکتره، باز میری داخلش کوچکتره، این دوباره شبیه همونه. یا اینجا نگاه کنید، داخل هی میشه ولی شبیه همن، یعنی شما یه چیز رو دارید انگار میبینید. توی بازار مالی هم به همین صورته. شما نکنید یه دونه الان ما افتیار یه گره ساختاری رو داریم میبینیم رو صفحه اون تایم بالاتر، که وقتی این نقطه رو نکنید، نقطه رو بزرگش کرده، شما دوباره یه چیز شبیه همون رو دوباره دارید توی تایم پایین تر میبینید. این فراکتاله، یعنی حالا جلوتر که بریم من بیشتر توضیح میدم، بیشتر متوجه میشید. حالا درک بکنید. حالا لازم شد برید توی گوگل هم سرچ بکنید، ویدیو رو چند بار ببینید. این نکته خیلی مهمه. فراکتال بیس کار ما، اون پایه کار ما. اگه متوجه میگم نشید، مسیرم به مشکل برمیخورد. پس این شد فراکتال. پس ما داخل یک اجزای بزرگ، یه وقتی وارد یه جزء بزرگی داریم، داخل اون دوباره اون تکرار میشه. حالا من دوباره جلوتر توضیح میدم. خب اصطلاحات رو بگیم، دوباره برگردیم به فراکتال. خب ما توی چارت با دو تا افتیار کار داریم، دو تا گره، حالا جفتش یکیه. یه دونه افتیار گره سودی داریم، یه دونه نزولی. سودی اون چیه؟ به این صورته، یک رالی بیس، رالی یعنی یه حرکت سودی داریم به این صورت، یک حرکت سودی. بعد یک اصلاحی داریم، این لگ این حرکت یه اصلاحی میکنه، دوباره یک حرکت سودی، رالی بیس رالی. به این میگیم ما، به کل این اتفاق میگیم یک افتیار و یک گره. خب توی نزولی هم به همین شکل دیگه، دراپ بیس دراپ، یعنی یک نزولی داریم، یک نزولی داریم، دوباره یک اصلاحی داریم و دوباره یک حرکت نزولی داریم. خب که به کل این حرکت هم میگیم افتیار نزولی. پس افتیار متوجه شدیم، یک حرکت برای سعودی، یک حرکت سعودی اصلاح سعودی. ببین این اگر فرض بریم بگیریم که مثلا اینجوریه، این نمیاد این کفو بزنه ها، اینجوری این دیگه اصلاح نیست. این اصلاح یعنی که این رد نشه. خب اصطلاح دوم لگه. من اینو پاکش کنم. لگه میکنم، ما به همین حرکت میگیم یه لگ.
یعنی یک افتیار 3 تا لگ داره. این یه لگ، این 2 تا لگ، اینم 3 تا لگ. متوجه شدی؟ این حرکت سعودی یک لگ، دوباره اصلاحی که میاد یه لگ، و حرکت سعودی هم دوباره یک لگ. این هم همینجوریه دیگه. این حرکت نزولی یک لگ و اصلاح یه لگ دیگه، و حرکت نزولی هم یک لگ. پس به این حرکت صعودیه یا نزولیه، به این حرکت یک حرکت ادامه دار ما میگیم لگ. حالا توی چارت هم میرم توضیح میدم. خب ما این دو مورد رو بریم روی چارت ببینیم تا بریم با ادامه. خب ما چی گفتیم؟ رالی، بیس، رالی. ببین اینجا این چیز نشده، هنوز سقف نداده، اینجاست. یعنی اختیار شما اینجوری نیست بگی این اختیار منه، اختیار شما اینجاست. یعنی این لگه خارج میشه دیگه، این الان یک اختیاره. یعنی این حرکت داخلیه. خب حالا دوباره یک لگ دیگه بخوایم پیدا بکنیم، دوباره همین رالی، بیس. دوباره به اینجا رو در نظر نگیرید، این الان پایین تره. این سقفه اگه رد شده بود اینجوری میگرفتیم. خب این سقفه کنید نسبت به این دیگه، سقفه رد شده و اینجوری میشد اختیارم، ولی چون رد نشده کفش اینه، سقفش اینه. دوباره یک اختیار دیگه. حالا دوتا هم نزولی نشون بدیم. خب نزول، اینا همه اختیاره ها، اینا نکن. حالا کنید دراپ، بیس، دراپ. درسته؟ یک حرکت نزولی، اصلاح، سقف رد نکرده، کف رد کرده، یک اختیار. دوباره ببین همین، دوباره همین دراپه، دوباره دراپ، بیس، دراپ. کلا گرست دیگه. دوباره ببین همین دراپ، بیس، دراپ. کل بازار گرست. این نیست که شما بگین آقا این نقطه من گره ندارم یا اختیار ندارم. نه اینجوری نیست. کل بازار رو اختیارها و گره ها تشکیل دادن. خب حالا لگه ها چی هن؟ لگه هم همین دیگه. این حرکتی که الان ناکنه، این حرکت که ما گفتیم رالیه، این میشه یه لگ. یعنی این الان یه لگه. من رنگ رو عوض کنم، این یه لگه. دوباره این تا اینجا که میاد یه لگه. این یک لگه، این لگه، و دوباره این حرکت که میره بالا. حالا این هم هستا، میره بالا، یک لگه. حالا تو همین فراکتال رو حساب بکنیم. تو همین ما فراکتال رو ببینیم. خب من گفتم این چیه؟ این یک گره است، یک اختیاره. درسته؟ فراکتال این چی؟ یعنی ما تو جزء بزرگ دوباره
همون رو داریم، یعنی ما دوباره تو همین افتیار بزرگه افتیار داریم، دوباره تو همین افتیار داریم، تو همین گرهه. دوباره نکنید، ببین گرهه سعودی ها، ولی افتیار هم افتیار سعودی توش هست هم نزولی، یعنی دراپ بیس دراپ. نکنید تو یک افتیار بزرگتر ما دوباره افتیار داریم. این میشه ببینید فراکتال. که من بخوام تو همینم باز برم، تو همین این کوچیکم برم، دوباره وجود داره. یعنی که من بذارید یک برش بزنم و تایم رو کم میکنیم. این الان تایم رو کم کردم. نکنید دوباره تو همین چی داریم؟ رالی بیس رالی، دوباره تو همین اختیار داریم. یعنی این میشه فراکتال. یعنی تو یک حرکت بزرگتر ما همون حرکت رو داریم، شبیه، نه دقیقا. دوباره توی یک افتیار بزرگتر یه افتیار داریم، دوباره تو همون افتیار هم باز افتیار داریم. این میشه همون عکسی که نشون دادم اینجا. نکنه مثل این برگه که شما توی این بزرگه وقتی وارد میشید دوباره یه برگ کوچیک شبیه اون بزرگه است. دوباره نکنید این موسمن رو ببینید، این بزرگه دوباره داخلش این هست، دوباره این داخلش این کوچولوها هستن که شبیه اون بزرگه هستن، مقول اون مادر هستن. خب که دوباره تو همینم ما لگ هم به همین صورته. خب اینترنت خب اینترنت یه لحظه ضعیف شد. خب ببینید دوباره تو همین ما بحث لگی هم حساب بکنیم. حالا چه این لگو من بخوام الان براتون چیز بکنم، چه اینو، دوباره ما تو همین چی داریم؟ لگ داریم. خب نگاه کنید، الان ما گفتیم این یک لگه دیگه، این یه لگه، درسته؟ علاوه فراکتاری دوباره تو همین لگ داریم دیگه. نگاه کنید حالا وقتی افتیار داشتیم، افتیارمون چی بود؟ یک لگ نزولی، یک لگی که باعث اصلاح شده و دوباره یک لگ نزولی، درسته؟ یعنی ما داخل همین لگ هم این لگه دوباره لگ داریم و همینجوری هم این ادامه داره دیگه. دوباره همین لگ نزولی و دوباره یک لگ اصلاح و دوباره یک لگ نزولی. تا تو همین کوچیک هم که شما بریم باز لگ وجود داره. این فراکتاله، یعنی رو باید درک بکنید، یه چیزی نیستش که اما ببینید ویدیو رو انقدر حالا بشنوین تا اون زمیر ناخودآگاهتون متوجه بشه دیگه. پس تا اینجا فراکتال رو توضیح دادم و افتیار نزولی و سعودی. خب ما وقتی میخوایم مسیریابی بکنیم دو تا حالت وجود داره. برای این نکن این الان توی این افتیار ما یه سقفی داریم که اینه و یه کفی داریم دیگه، درسته؟
ما وقتی میخوایم مسیریابی بکنیم دو تا چیز داریم، یعنی قدرت و نفوذ. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یک سقف، یک نقطه ای رو اینجاست، خب پایان لگ، یعنی ما میگیم خب این لگ پایانش اینجاست، خب این لگه. من اینو پاک کنم، یه لگ جا داریم، 3 تا لگ. خب ما میگیم این پایانش این لگ این نقطه است، خب و این قراره این لگ قراره اصلاحی به ما بده. خب تا کجا قراره اصلاح بده؟ اگر من به این نتیجه برسم که این نقطه‌ای که الان زده، خب اینجا به یه نقطه برخورد کرده دیگه، نقطه دارای ارزش هست، یعنی نقطه‌ای که پول توشه به قولی، حالا به طور عام بخوایم بگیم. من این نقطه رو قدرت میشمارم. قدرت یعنی چی؟ یعنی این لگ من قراره این کف رو رد کنه، اینجوری قراره بشه و اختیار من نزولیه. خب یعنی قرار نیست این لگ اتفاق بیفته، یعنی من مسیرم چیه؟ مسیر من نزولی، یعنی من به این نتیجه رسیدم این لگ و این نقطه قرار نیست رد بشه. وقتی من میگم اینجا قدرته یعنی چی؟ یعنی این لگ من قراره این کف رو رد بکنه و یه کف جدیدی من دارم. حالا من در نظر بگیرم این نقطه من نفوذه. نفوذ یعنی چی؟ یعنی قرار رد بشه این نقطه. پس من متوجه میشم وقتی اینجا نفوذه، اینجا دیگه قرار نیست رد بشه. متوجه شده این اگه اینجا این نفوذه، این نقطه قرار نیست رد بشه. تا کی قرار نیست رد بشه؟ تا جایی که توی این لیگ مثلا بره به یه جای دارای اعتباری بزنه که من بگم این قدرته. ببین تا ابد قرار نیست اینجا رد نشه ها، این لیگ نمیتونه ردش بکنه. ممکنه بیاد اینجا یک بزنه، این لیگ بره بالا قدرت و اینجا رد بشه. حالا این چه سودی داره؟ سودش به اینه که وقتی شما دارین ترید میکنید، وقتی میدونید این لیگ قرار نیست این کف رد بکنه، با خیلی راحت شما توی این نقطه‌تون، توی این لگتون یک ناحیه دارای ارزش پیدا میکنید و بای میزنید و با خیلی راحت هم اینجا رو میذارین استاپتون زیر اینا، چون مطمئنین که این قرار نیست رد بشه. متوجه شدین؟ خب پس وقتی من یه نقطه رو میذارم نفوذ یا قدرت، به همین صورته. پس دوباره تکرار میکنم، اگر اینجا نفوذ بود، اگر اینجا نفوذ بود بدین معنی که این لگ نمیتونه اینجا رو رد بکنه، این کف رو رد بکنه و من توی من بذارم خواهی تمام سعی میکنم متوجه بشین رنگا رو
نکنید وقتی اینجا نفوذه، لگ قرمز قرار نیست کفش رد بشه و قرار سقفش رد بشه. وقتی اینجا قدرته یعنی لگ آبی قدرته، یعنی لگ زرد رنگ قرار رد بشود و من اجازه رو دارم که در لگ سبز رنگ هر نقطه‌ای که در احساس کردم دارای پوله سل بزنم. یعنی من میتونم کل این مسیر رو سل بزنم. یعنی شما فکر کنید یک افتیار 4 ساعته اگر این هست، شما دیگه یه لگه مثلا ممکنه یه 3-4 روز طول بکشه تا بریزه و این کف رد بکنه. شما 3-4 روز با خیلی راحت این جاهای میتونید سل بزنید. پس اینم مهمه که ما بتونیم تشخیص بدیم. این تشخیصش هم از اینکه حالا ما گره ها رو بشناسیم و اینا میتونیم بفهمیم که گره که خورده به چه صورت ارزش داره. حالا من توی این مثال هم سعودی رو توضیح دادم، هم نزولی دیگه. حالا نزولی و سعودی دیگه تفاوتی نمی‌کنن. پس اینم قدرت و نفوذ. حالا من برم رو چارت هم قدرت و نفوذ رو نشونتون بدم. نکنید اینجا یه نقطه قابل دارای پولی بوده. خب مثال خوبیه، مثلا اینجا رد شده. خب اینجا دارای یعنی چی؟ یعنی اینجا قدرته. واسه کدوم لگ؟ واسه این، یعنی این لگ قراره به این نقطه بخوره و بره رد کنه. قرار نیست کدوم لگ رد بشه؟ این لگ. دوباره من رنگ رو عوض بکنم. لگ قرمز رنگ قرار نیست لگ آبی رنگ رو رد بکنه وقتی اینجا قدرته، و وقتی اینجا مثلا اینجا نفوذه. یعنی وقتی اینجا برخورد میکنه ما میریم اینجا بررسی میکنیم، خب این نفوذه. خب وقتی اینجا رو نفوذ در میاره دیگه خیلی راحت میگه خب این قرمزه قرار نیست آبی رو رد بکنه، قرار نیست این کف رد بشه. ما هر جایی بخوایم معامله بزنیم میتونیم اینجا استاپو قرار بده. ما استاپ ها رو بالاتر اینجا قرار میدیم، ولی خب بیسیک بخوای حساب بکنین اینجا میتونه لازم بیسیک اینجا میتونه، شما خیلی راحت میدونید که قرار نیست رد بشه و میگردید توی این لگ آبی نقطه دارای ارزش رو پیدا میکنی و بای میزنی. خب حالا آیا این قدرته؟ یعنی تا ابد قدرته، یعنی قرار نیست تا ابد رد بشه؟ نه، این قدرت مال این لگ آبی است. حالا فراکتال رو ما وسط ببینید، دوباره اینجا یه لگ داریم که تمام این لگ آبی ها و قرمزا و خود این لگ چند تا داره. دوباره اینجا لگه، دوباره این لگه، دوباره این لگه. خب تمام این لگ ها داخل این لگ بزرگن. خب وقتی این لگ بزرگه میاد اینجا رو میزنه که دارای اعتبار هست، یعنی چی؟ یعنی اینجا قدرته. وقتی اینجا قدرته دیگه به لگ های داخلی که کار نداره، به لگ مادره، به لگ بزرگ کار داره. یعنی اینجا قدرته، یعنی که تمام این نفوذ و قدرت‌های کوچیک که اینجا رد میشن، این لگ بزرگه قرار رد بشه. خب
که البته اینو با پیش بینی قابل پیش بینی، یعنی شما وقتی این نقطه رو میری بررسی میکنی میفهمی که اینجا نفوذته. خب اینجا برای نفوذ من میارم دیگه دیزاین. اینجا نفوذته. خب این لگر رو داری، یعنی چی؟ یعنی دوباره به فراکتال، یعنی من اینجا نفوذ دارم، حالا میام توی این لگ میگردم دوباره دنبال یه ناحیه دارای ارزش. درک فراکتال میدونم الان شاید گیج شده باشه بگیم یعنی چی و فلان اینا، یه مقدار سخته، بخاطر میگم این خیلی مهمه، اینو باید هی نگاه بکنید، هی فکر بکنید. درک کردن این دید دو تا چهار تا و اینا نیست بخواید حفظ بکنید، اینو باید درک بکنید که بس چه صورتی برین توی چارت لگ پیدا بکنید، افتیار پیدا بکنید تا دستتون بیاد به قول اون ملکه ذهنتون بشه که به چه صورت. خیلی مهمه که شما این نتونید این درک بکنید، یه دفعه میبینید خب اینجا مثلا قدرت میگیره و نمیدونی این قدرت قرار نیست، قرار کجا رد بکنه، قرار نیست کجا رد بکنه و روی چارت گم میشید. خب این اصطلاحات بود فراک. زیادم سعی میکنم ویدیوها طولانی نشه، نیم ساعت 40 دقیقه 20 دقیقه اینا باشه که چون هرچی تایم ویدیو میره بالاتر اون یادگیری که میاد پایین تر دیگه، یعنی حوصله اون کسی که داره نگاه میکنه به قول سر میره. حالا من سعی میکنم یه ویدیو دیگه بذارم که همین نکاتی که گفتم رو یه تمرین بکنی و چند تا مثال دیگه بزنم. حالا همین امروز اگه بشه ظهر یا عصر ضبطش میکنم میفرستم. ولی خب هیچ چیزی این نیست که خودتون برید تمرین بکنید، خودتون برید پیدا بکنید. من شما با نگاه کردن به یه شناور، به کسی که داره شنا میکنه به قولی غواص نمیشیم. به کسی که داره ماهیگیری میکنه ماهیگیری یاد نمیگیریم، به کسی داره رانندگی میکنه رانندگی یاد نمیگیرین. شما باید خودتون برید بشینید پشت فرمان، خودتون باید برید شروع کنید ماهی گرفتن تا دستتون بیا قلقاش. پس برید روی چارت هی افتیار پیدا کنید، هی گره پیدا بکنید. بیوه منم که توی کانال هست، سوالی نکته چیزی بود میتونین بپرسین. اگرم ببینم سوال زیاده در این باب توی یک ویدیو تمامش رو جواب میدم. حالا یا امروز ضبط میکنم ویدیو رو برای تمریناشو، یا فردا رو سعی میکنم امروز اوکی بکنم. موفق باشید.